اینجا سرکوره است. اینجا جایی است که ما زندگی میکنیم. کوچه های پیت در پیت و خونه های تو در تو. اینجا نزدیک خونه ماست. محله ما پر از ساختمان‌های قدیمیه. دوست دارم بقیه هم به اونجا بیان و از اینا دیدن کنن. این خواهرمه. 7 سالشه. معلم عکاسی به ما موضوع داده بود که از خونمون عکس بگیریم. من هم یه نمایی از خونمون رو گرفتم و هم خواهر کوچکم رو. این برادر بزرگمه. همیشه تنبلی میکنه و توی کارهای خونه به ما کمک نمیکنه. امروز اولین روز اومدن به این خونه است و برادرم برخلاف همیشه به خاطر مریضی مامانم داره کار میکنه. این پدر منه. همیشه نماز میکنه. حتی روزایی که مریضه بازم نمازشو میخونه. پدرم انسان با ایمانیه. اینجا کارگاه آجرپزیه. بعضی از این کارگران حتی روزهای تعطیل هم کار میکنن. بعضیاشون هم فقط آخر هفته ها به خونه میرن. این چکمه‌های لاستیکی یکی از وسایل کار یک کارگر آجرپزی است. این پای یک پسر 18 ساله است. کارگرهای این کوره تقریباً 1 روز در هفته استراحت میکنند. حالا ساعت استراحت کارگرهاست. اینجا جمع میشن تا چایی بخورن. این عکس پسریه که به جای گاری با دوچرخه و گونی زباله‌گردی میکنه. خدا کنه دوچرخه هم مال خودش باشه وگرنه مجبوره آخر روز کرایه دوچرخه هم بده. این پسرها از همسایه‌های ما هستند. کار این دو ساختن گل‌های کاغذی است. این خواهرمه. چون مادرم را خیلی دوست داره میخواد تو کارها بهش کمک کنه. این برادرم رضاست. با اینکه کار میکنه به دستم خیلی علاقه. اینا فاطمه و کاظمن. با هم خواهر برادرن. مدرسه فاطمه و کاظم خیلی دوره. اونا مجبورن پیاده این راه رو برن. بعضی وقتها راه گلیه و مجبورن از توی گلها به سختی راه برن. این مدرسه صبح‌ها شیفت بچه‌های ایرانی است و بعد از ظهرها برای بچه‌های افغان. ما همیشه باید خیلی تمیز باشیم. برای اینکه شیفت صبح میگوید ما همه جا را کثیف می‌کنیم و برای اینکه مدرسه‌مان را از دست ندهیم همیشه حواسمان هست که حتی یک آشغال هم روی زمین نیندازیم. اینجا مدرسه ماست. این دوتا بچه کلاس دومن. اونا با هم خواهر و برادرن. خواهر تغذیه‌شو گرفته ولی برادر تغذیه نداره. خواهر اونقدر مهربونی که داره تغذیه‌شو نصف میکنه و به برادرش میده. اینجا پشت مدرسه ماست. این آدم ها دارن برف بازی میکنن. من هم برف بازی کردم و بعدش از اینها عکس گرفتم. من برف را خیلی دوست دارم. این عکس را زمانی گرفتم که معلم عکاسی ما به ما گفته بود از شخصیتتان برای معرفی خودتون عکس بگیرید. من به ورزش خیلی علاقه دارم. میلاد دوست منه و 12 سالشه. تنها تفریحش اینه که بیاد اینجا و پشتک بزنه. اینا دختر همسایه های ما هستن. اونا معمولاً وقت کارهای بزرگترهاشون توی کوره های آجرپزی کمک میکنن. اینجا خانه فرهنگ نزدیک خونه ماست. خواهر بزرگم که اسمش مهشیده اینجا کار میکنه. یه روز رفته بودم پیش خواهرم. این صحنه رو دیدم. از این صحنه عکس گرفتم تا به بچه‌های بزرگتر بگم لطفاً بچه‌های کوچکتر را کتک نزنن. اینجا امامزاده ابراهیم و اسماعیل نزدیک خونه ماست و هر وقت دلم میگیره میام اینجا و دعا میکنم. این مراسم عاشورا است. در نمایش واقعی عاشورا خیمه امام حسین علیه السلام را آتش زدن. من این عکس رو گرفتم چون فکر میکردم در کشورهای دیگر درباره امام حسین چیز زیادی نمیدونم. ما افغانی هستیم و رسم داریم و شبای عید روی دستان حنا بزنیم. حالا شب عیده و خواهرم روی دستای حسین حنا میزنه. اینها غذاهای محلی افغانستان است. ما هر سال نزدیک عید یک جشن در مدرسه میگیریم برای زنده کردن خاطرات افغانستان. ما نزدیک سال نو رسم داریم سمنو درست کنیم و برای آرزوهامون نذر میکنیم. اینجا داریم گندم هایی رو که جوون زده آماده چرخ کردن میکنیم.
حتی بچه‌های خیلی کوچولو هم برای آرزوهاشون دوست دارن سمنو هم بزنن.